همیشه فکر میکردم دشمن من از بیرون، آدما، شرایط، بدشانسی‌ها و یا اتفاقاتی که افتاده. اما یه روز متوجه شدم اون چیزی که بیشتر از همه جلوم وایساده خودمم. یه جورایی هر صبح که از خواب بیدار میشم، قبل از اینکه حتی چشمامو باز کنم، یه جنگ ذهنی درونم رخ میده. یه جنگ بین اون ورژن از من که میخواد به بهترین حالت خودش تبدیل بشه و اون ورژن از من که صرفا زنده است. این همون صدایی که منو به راحتی میکشونه و منو منتظر شنبه‌ای که هیچ وقت قرار نیست برسه میذاره. و البته که همیشه یه صدای دیگه هم تو ذهنم هست که میگه داری چیکار میکنی مرد؟ ما باید این 10 کیلومتر دویدن رو تموم کنیم. باید یه لایف استایل خوب داشته باشیم و ذهنمون رو درگیر بیزنس کنیم و اونو بالا بیاریم. همه ما این صدا رو داریم و اینکه به کدوم گوش بدیم انتخاب خودمونه. چون مغز ما طوری طراحی شده که از سختی‌ها فرار کنه. یعنی یه جورایی مغز ما برای بقا تلاش میکنه، نه برای پیشرفت. بخش کامفورت زون مغزمون مثل سیستم دفاعی عمل میکنه که از تغییر میترسه. چون از نظر مغزمون هر چیزی که ناشناخته است یعنی خطر. و منطقی هم است، چون مغز ما میخواد ما رو زنده نگه داره، نه اینکه صرفا ما تبدیل بشیم به آدم پولدار و یه میلیون خود ساخته. واسه همینه هر بار که میخوای یه قدم به سمت جلو برداری، انگار چیزی از درون مقاومت میکنه. دشمن واقعی تو اون صدای درونته، اون صدایی که هر وقت میخوای تغییر کنی و یه چیزی بسازی، تو رو وسوسه میکنه که رهاش کنی. در اصل هر تصمیم بزرگ برای یه تغییر یه جنگ درونیه بین اون قسمت از مغزمون که میخواد پیشرفت کنه و اون قسمت از مغزمون که میخواد ما رو زنده نگه داره. جنگ هر کس با خودش یعنی جنگیدن با اون صدای قانع کننده‌ای که میگه دیگه کافیه، ما به حد خودمون رسیدیم، حدی که معلوم نیست چه کسی تعیینش کرده. جنگ من با خودم از یه جایی شروع شد که یادم نیست. شاید وقتی اولین بار به جای 10 صفحه کتاب خوندن چندین ساعت فیلم دیدم. شاید وقتی اولین بار به جای فوکوس کردن روی بیزنس و تمرکز برای ساختن مسیر آینده‌ام درگیر سوشال مدیا و یا پورن شدم. شاید وقتی اولین بار به خاطر ترسم از شکست شروع نکردم و شاید وقتی اولین بار به خاطر حرف مردم ادامه ندادم. از همون روز یه دشمن درون من به دنیا آمد. دشمنی که با هر سکوت من کم کم رشد کرد و من از خودم یواش یواش فاصله گرفتم. همش با خودم بحث می‌کردم که چرا نمیشه، چرا اون چیزی که تو ذهنم تبدیل نمیشم، چرا یه چیزی گیر کم، چرا هر کاری که میکنم فردا صبحش هیچ حس موفقیتی ندارم. یه جورایی انگار چیزی از درونم دوست داشت که من پایین بمونم. اون می‌خواست من رو امن نگه داره. همش با خودم بحث می‌کردم که چرا نمیتونم اون چیزی که تو ذهنم تبدیل بشم، چرا همش انگار گیر کردم. ولی انگار یه بخش از من می‌خواست که منو پایین نگه داره. اون می‌خواست منو امن نگه داره، بی ترس، بی استرس، بی ریسک و خب طبیعتاً بدون هیچ گونه موفقیتی. اما یه چیزی فهمیدم، اون صدای درونم شاید همیشه دشمنم نبوده. اون بخشی از منه که زخمیش کردم و فقط نمیخواد که دیگه درد بکشه. خب پس چجوری درستش کنیم؟ چجوری از این شرایط در بیایم؟ حالا متوجه شدیم که هممون دو تا صدا داریم. صدایی که پیشرفتمون رو میخواد و صدایی که ما رو میخواد ترسون نگه داره. چطوری اون صدا رو نابودش کنیم؟ با جنگیدن، نه با مشت، نه با فریاد، با انتخابای کوچیک، با بیدار شدن وقتی همه خوابیدن، با باشگاه رفتن وقتی همه مهمونیان، با ایمان داشتن به خودت وقتی که هیچ کس بهت ایمان نداره. و من بعد از انجام دادن اینا به این نتیجه رسیدم که جنگیدن با خودم یه جایی یه تمرینی برای رشد. جنگ من علیه خودم هیچ وقت تموم نمیشه، چون هر روز یه ورژن جدید از من به دنیا میاد، یه ورژن قوی‌تر و شاید شکسته‌تر. روزها به همین سادگی میگذرن و ما فقط زمانی به موفقیت خودمون نزدیک میشیم که بفهمیم با راحتی هیچی بهمون نمیرسه. و وقتی که به این موضوع فکر کنی شاید این جمله برات معنادار باشه که از منطقه امن خودت خارج شو. ذهن تو یا بزرگترین سلاحت میشه
یا بدترین دشمنت. اگه کنترلش نکنی، اونی که کنترل میشه تویی. با ترس، با بهونه، با فریب. هر صبح که جلو آینه وای میسی، صرفا فقط یه تصویر نمیبینی، ولی رقیب واقعی تو میبینی. جنگ تو با دنیا نیست، جنگ تو با خودته. و اینو یاد باشه گاهی بعد خودتو بسوزونی تا از خاکسترت یه ورژن بهتر بلند شه. من با خودم جنگیدم چون فهمیدم اگه شکستش ندم اونی که میمیره منم. و یه پیشنهاد دوستانه، اگه دنبال تبدیل شدن به بهترین ورژن خودتی، اون چیزی که هر صبح تو آینه میبینی رو نابودش کن. و اینو یاد باشه که آینده رو کاری که امروز میکنی میسازه، نه چیزی که آرزو میکنی. Yo, apart from bro when I ain't have bread, me I didn't hear from no one. I span that block on my pedal bike and I didn't see no one.